اشیا آب پلاستیکی. آب پلاستیکی که نمیشه داری. چرا قبوله؟ نه، جر همیشه نزن. پلاستیکیش میشه اشیا. جر نزن. نه نمیشه. دی با من مهربون باش، من خیلی مریض هستم. بهتر شدی؟ یه کمی بهتر، من هنوز درون درد میکنه. چرا چی شد؟ دیروز من دندونم درد میکرد. بابا اومد یه چیز قد اندازه یه عدسی گفت بذار تو دندونه. گذاشتم. بعد یه ساعت بعدش هم دندونم درد میکرد هم دلم درد میکرد. بعد بالا آوردم. اونو گذاشت شقش میکردیم. دیگه بردم بیمارستان. تو راه که داشتیم میرفتیم بیمارستان، بابا همش در گوشم میگو سیریق جون خودت تو را به امام حسین به کسی نگو چی دادم به. گفتم باشه. رفتیم اونجا، دکتر گفت دخترم چی خوردی تویی شدی؟ گفتن شیره. گفت شیره خورما خوردی؟ گفتن نه شیره تریاک. لادتی بند نخور. دیگه مامان و بابام همونجا وسط بیمارستان جرشون شد. مامان رفته خونه بیبیمینا، اصلا دیگه نومن. تازه یه پیرزنی هم اونجا بود، همش داشت میگفت بابام دلم درد میکنه. گفتم میخوای به بابام بگن یه چی بده حالت خوب بشه؟ گفت اگه میخواد حالا خوب بشه که حال تو خوب میشه. گفتم همیشه جواب میداد. من وقتی گوشم درد میگیره بابام یه دودی میده تو گوشم خوب میشه. آبرو نذاشتی براش تو بیمارستان. پیرزنو گفت قربون دست خودتو برد، من نمیخوام.